بچه‌ها چطورین؟ خوش اومدین به ویدیوی جدید. امروز بعد از ماها فکر کنم 6 ماه شد که هیچ ویدیویی نداشته بودم. برگشتم دوباره میخوام یه ویدیو بذارم براتون. ویدیو اکسید کلا 21 نفر تو سرورن. یه چند تا چیز میدم توی این سرور باز کردم من، حالا عکس و پیککس و هزینات هم باز کردم و من تو PS4 راست گرفتم. حالا ممکنه که بعداً بریم راست بگیریم بذاریم. خلاصه همین دیگه، هم اول کاری استون پیدا کردیم بریم بزنیمش، بریم یه فرنکس هم بسازیم، سری بریم آهن بگیریم که دیگه پیککس رو درست کنیم، راحت بریم فارم کنیم و ملت رو بکشیم. الان اومدیم گاز استیشن ببینم اصلا چیزی دارن یا لوت شده. دارن. خب 6 تا این دستگاه ریسایکل جدیدم که اومده، جدیدم که مثلا 4 ماه فکر کنم اومده. بذار نمیتونم ریسایکل کنم، نه نمیشه. سه چیزا رو نمیشه ریسایکل کرد داخلش، اکثر چیزا اصلا نمیشه. تارپ اگر بتونیم پیدا کنیم که من سریع هزینه‌شو درست کنم. اونجا 10 تا تارپ میخوایم، 10 تا خیلی درست کنم، برم سریع پاور پلنت، برم دیگه لوتای خفن رو دست بیارم. کلی آب و غذا و اینا هست، بعضی وقتا گانم هست اونجا، اما خب من گانی آنلاک نکردم، بسته است برام. البته ورک بنچ اینجاست، سریع یه دونه چیز درست کنم ببینم میتونم برش دارم یا نه. بذار بعدم یا خود 39 دمتش. برم اول ببینم اوتپوست الان چیزی داره یا نه. کلی هم شاپ اینجا هست الان تو ببینین. بله 200 تا شاپ هست بکنم اینجا. اولیش این یکی، ببینیم چی داره. اوپن خوبه. 3 تا سولفور دیگه اسکرپ خیلی پشمه. بریم ببینیم لوت چیزی هست اینجا. آره هست. آب و نیزه دیگه، آب نمیخواستم دیگه الان، ولی همین نیزهش خوب بود. یکی لوت کرده اینجا رو. خوب بده. جالبی نداشت اصلا، هیچ چیزی درست حسابی نداشت تا الان که هیچی نداشت. یا خدا طرف داره به روسی فوش میده مومیک. اونورم دوباره یه شاپ هست، 2 تا شاپ، چند تا شاپ هست اینجا هستن. یا خدا 200 تا شاپ. بذار بریم مثلا چکی کنیم ببینیم چی دارن. اولیشو بریم ببینیم چی دارن. یا ایرانی. یا حضرت عباس. بریم سیف زون. بای خدا حافظ. گاز بده برو. آجی زد بپر تو سیف زون آخش. ببینیم این ایرانیه. صدامو داری؟ رفت صدام. وقتی که ببندم این ویدیو رو میتونم چیز کنم، پیام بدم. فعلا پیام هم نمیدم داشت جاییم، چون نمیتونم پیام بدم. بند کردم ببین.
سریع شرط ببندیم روی 1 ببینیم چی بمونده. دفعه قبلی رو 5 افتاده. بجی طرف خودشو خوش برادر تریاکه. این نیازمون میشد. خوبه. 5 ثانیه. چیپس. طرف اسمش چیپسه یا خود عجیبه. این اسمش عجیبه. طرف اسم سولفور رو بجه پی اچ رو داشته. پی اچ رو داشته به جای ف. وندینگ ماشین هم چند تا اسم خواستیم برای دوست کنیم. با افت کنم بیفته رو 3 اصلا افتاد رو 5 دوباره. این دقیقا افتاد رو 5. لوت کنیم یه خلاصه کسی نباشه بزنتمون. خدا حافظ. تارپ ایول تارپ. عجب تارپ ها میشد چیز کرد ریسایکل کرد. ببینیم میشه یا نه. امتحانش ضرر نداره. یکی او از پشت باید بگوشتیم. دیدم نداریم. صدا ریسایکل هم که بلند. این دست ریسایکل تو راست 3 تا ریسایکل داشت. اینجا فقط یه دونه داره. چرا الان کار نمیکنه؟ کار میکنه اما درست حسابی کار نمیکنه. اصلا درست حسابی کار نمیکنه. خب الان بریم ببینیم ورکن چرا میتونیم برداریم. راستی چیز وسایل رو ببینیم چی داشت. چی میفروخت یارو. چشمون یه خونه خراب شد. والله یکی باید انمی رفتن. اینجا قایم بشیم. این میبینتمون. خدا حافظ. Я добрый. یا خدا بذاریم چی میگه این. بجی کمک. 2 تا موندن برن ما بریم بکشنمون. خدا حافظ. Думаю, чем я не помню. میخواستم گیرش بندازمش انگلیش و اسپانیش دیدم я тебя еще убил случайно. خواستم بندازمشون تله انگلیش و اسپانیش اگه شنیده باشین. یا والی یا خدا. Колоша ты меня убил еще. Да. یا خدا یارو میخواد Ладно, все, я тебя вспомнил. رایفل خطری بزنه دیگه. زد باشی یا خدا. خود چجوری الان بیام اینجا بیام. خود Ты еще разделся. رفتن فکر کنم رفتن. گیر داده بودن یارو خود بزن. یا رفتن بعد یارو به زور. چه اسپانیه آقا. من از بوکست کویت میدم. خدا حافظ شما. استثانی خدا حافظ.